این شعرم رو به مردم شجاع ایران تقدیم می کنم. روزی پسر از مادر خود کرد سؤالی، شیرین دهنی سروقدی تازه نهالی. گفتا چه کنم تا وطن آزاد شود زود، از شر خدای دغل رو به زوالی. آن مادر دل سوخته با آتش اندوه، در پاسخ دلبند خود آورد مثالی. هر پسته بگشوده دهان خورده شود زود، آن را که شکستند بود پسته لالی. از دست ترکدار کمی حوصله بردار، گر خورده ای از خون دلم شیر حلالی. چون شیر قوی پنجه بمان گربه خانه، بازی به دم موش کند در همه حالی. ای بیده پریشان ز غم قمری عاشق، یک سایه سبزت به از آشفته خیالی. از سفره قحطی زده باغ مگویید، غمخواری بیگانه بود فرض محالی. گندیده خوری فرصت شیرین مگس هاست، از شاخ جدا گردد اگر میوه کالی. چوپان سگ گله خورد روبه شیاد، آن بره که با گرگ رود هست شغالی. ای شاخه زخمی که شدی دسته ساطور، یاد آر زمانی که به آن کوره زغالی. از جاده نفرین شده حادثه برگرد، داده اجل امروز اگر بر تو مجالی. گر حال تو پرسند بگو سرو مهاجر، جز دوری از خاک وطن نیست ملالی.